دوره‌ای که حالا این دوره 2 ساعته که هستش، موضوع اصلی راجع به محرک‌های ارزشیابی برای شرکت‌های تامین سرمایه هستش. حالا من نمیدونم دوستان چقدر آشنایی با شرکت‌های تامین سرمایه و بیزینسشون دارن. ببینید، شاید قبل از اینکه اصلا شما بخوان ارزشیابی شرکت تامین سرمایه رو شروع بکنین، لازمش این هستش که اصلا این شرکت ها رو بشناسین و بدونین که بیزینسشون چی هستش. شرکت های تامین سرمایه، بخوام خیلی ساده خدمتتون توضیح بدم، شبیه بانک ها هستن، یعنی کار اصلیشون واسطه‌گری مالی هستش، منتها با این تفاوت که حالا اون فرایند جذب منابع و تخصیص منابعش فرق میکنه. ببینید مثلا توی بانک ها، قطعا همتون هم میدونید، توی بانک ها جذب منابع از طریق سپرده‌گیری انجام میشه، تخصیص منابع از طریق اعطای تسهیلات. توی تامین سرمایه ها حالا اون مهمترین خدمتی که ارائه میدن که بحث تامین مالیه، تامین مالی بر پایه منابعی انجام میشه که از طریق صندوق های سرمایه گذاری جذب میشه. یعنی توی بانک ها که اونها سپرده‌گیری دارن، ما اینجا جذب منابعمون از طریق صندوق های سرمایه گذاریمون هستش. سرمایه گذاران علاقه‌مند میان یونیت های صندوق ما رو میخرن، منابع میاد توی اون صندوق ها و ما به پشتوانه اون منابعی که در صندوق‌های سرمایه‌گذاریمون هست میایم و مشتریانمون رو تامین مالی میکنیم. نکته‌ای که هستش اینه که حالا تخصیص منابع ما به مشتریان هم بدین صورت انجام میشه که از طریق انتشار اوراق هستش. یعنی مثلا توی بانک ها که میان تسهیلات میدن، ما اینجا میایم نیاز مشتری رو تبدیل به یک ورقه بهادار میکنیم، اون اوراق رو میبریم در بازار سرمایه میفروشیم. حالا اگر بازار خریداری کرد که هیچی، اگر خریداری نکرد، تامین سرمایه میاد و به پشتوانه سرمایه خودش، به پشتوانه منابعی که از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری داره نسبت به خرید اقدام میکنه. حالا البته چیزی که در عمل اتفاق میفته، مخصوصا توی مثلا 4-5 سال اخیر، صندوق‌های سرمایه گذاری حالا تامین سرمایه ها هستن که معمولا نسبت به خرید این اوراق اقدام میکنن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا من برای فرضاً مثلا برای شرکت فولاد مبارکم که میام اوراق منتشر میکنم، معمولا بازار خریداری نمیکنه، ما مثلا جوری مدل رو میچینیم که صندوق‌های سرمایه گذاری ما از طریق منابعی که دارن میان نسبت به این خرید اقدام میکنن و در واقع مثل بانک ها که میان از محل سپرده‌هاشون وام میدن، ما هم از محل منابع صندوق هامون حالا منتها به واسطه فرایند انتشار اوراق میان منابع رو در اختیار اون شرکت هایی که نیاز مالی دارن قرار میدیم. این کلیت و اون اصلی ترین در واقع موضوعیه که توی صنعت تامین سرمایه ها توی ایران وجود داره. حالا شما برای اینکه بتونید شرکت تامین سرمایه رو ارزش گذاری کنید، جدای از اینکه حالا باید اون بیزینس رو بشناسین، بایستی حالا اون سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای تامین سرمایه ها رو بدونید. ببینید، واقعیتش اینه که صورت‌های مالی تامین سرمایه ها رو شما اگر باز بکنید، متاسفانه خیلی هاشون اون جزئیاتی که در واقع ما برای ارزش گذاری احتیاج داریم رو خیلی افشا نمی‌کنن و من حالا واقعیتش میخوام که راجع اون جزئیات صحبت بکنم که شما در جریان باشین که اصلا مثلا چه چیزهایی واقعا تو ارزش گذاریشون موثره. بعد حالا شما خودتون بر اساس اون صورت مالی و اطلاعاتی که در دسترس دارین، بایستی حالا با در نظر داشتن اطلاعات در دسترس اون فایل اکسل ارزش گذاریتون رو به اصطلاح بچینید. ببینید، شما اگر صورت مالی تامین سرمایه رو باز کنید، قطعا برای ارزش گذاری باید پیش بینی صورت‌های مالی رو انجام بدید. تامین سرمایه ها چون نهاد مالی هستن، دارایی ثابت قابل ملاحظه ندارن، خب قطعا ارزش گذاریشون بر مبنای روش‌هایی انجام میشه که نیاز به پیش بینی سود و کش فلو داره. یعنی هیچ وقت یه تامین سرمایه رو مثلا نمیان
از طریق NAV ارزش گذاری کنن. شاید مثلا یکی این کار رو انجام بده حالا برای اینکه بدونن ارزش خالص مثلا روز دارایی ها چقدر هستش، ولی میخوام بگم یعنی NAV و ارزش گذاری که به اون روش انجام میشه مبنای مثلا ارز اولیه یا معاملات خرد یا بلوکی نیستش. توی تامین سرمایه ها حتما ارزش گذاری باید بر مبنای روش هایی باشه که مبتنی بر پیش بینی سود و پیش بینی جریانات نقد هستن. به خاطر همین شما قطعا باید صورت‌های مالی و جزئیاتش رو بشناسید. من صحبت خودم رو در واقع با ارائه جزئیات و توضیحاتی از صورت‌های مالی شرکت‌های تامین سرمایه شروع می‌کنم. شما اگر که صورت مالی شرکت تامین سرمایه رو باز کنید، توی صورت سود و زیانش سرفصل درآمدی دو تا چیز رو می‌بینید. حالا البته باز تقسیم بندی اینا توی شرکت‌های تامین سرمایه فرق کنه، ولی خب واقعیتش کلیاتش همینایی هستش که توی اسلاید مشاهده میکنید. توی یک تقسیم بندی کلی درآمدهای تامین سرمایه ها توی بخش ارائه خدمات هستش و سود ناشی از سرمایه گذاری هاشون هستش. ارائه خدمات تامین سرمایه ها یکی بحث تعهد پذیرنویسی سهام هستش، بحث تعهد پذیرنویسی انواع اوراق بدهی هستش، درآمد ناشی از فعالیت‌های بازارگردانیشونه، درآمد ناشی از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاریشونه و درآمد ناشی از ارائه انواع خدمات مشاوره. تو قسمت سود سرمایه‌گذاری‌ها درآمد ناشی از سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه هستش، درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار هستش، سود سپرده بانکی که حالا منابع مازاد رو سپرده میکنن و درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه میشه به اصطلاح. خب حالا من اینجا یک توضیح خدمت شما بدم که اول از همه که مفهوم اصلا این سرفصل‌های درآمدی چیه و شما باید حالا چجوری اینها رو پیش بینی بکنید. ببینید اگر شما بخواید درآمدهای تامین سرمایه ها رو پیش بینی کنید، قبل از همه باید جنس این درآمدها رو بشناسید. تامین سرمایه ها با دو دسته اوراق بهادار سر و کار دارن. یک بخش سهام هستش، خب قطعا جنسش رو میشناسید، و یک بخش اوراق بدهیه. همین انواع اوراق مشارکت، صکوک هایی که توی بازار هستش. فرق بین اوراق بدهی با سهام اینه که اوراق بدهی مدت زمان محدودی داره و معمولا خب تضمین اصل و سود داره و سقف سود توی اوراق بدهی مشخصه. مشتری میاد یه پولی رو برای مدت موقتی عین تسهیلات از تامین سرمایه قرض میگیره و توی سررسید پسش میده. ولی تو بحث سهام خب قصه متفاوته، قطعا هم جنس سهم رو شما همتون میشناسید. حالا با توجه به ویژگی هایی که این اوراق بهادار دارن، اگر که تامین سرمایه بخواد تعهد پذیرنویسی اینها رو قبول بکنه، قطعا نحوه برخوردش متفاوته. یعنی اینکه توی قراردادهایی که میبندن، کارمزدهایی که دریافت میکنن، مدلش متفاوته. توی قسمت تعهد پذیرنویسی اوراق که منظور من اوراق بدهی بوده، ببینید تو اوراق بدهی ما میایم توی تامین سرمایه های قراردادی رو میبندیم و مثلا داریم فرضاً همون فولاد مبارکت تامین مالی میکنیم از طریق صکوک اجاره. قرارداد تعهد پذیرنویسی میبندیم و توش تعهد میدیم که اگر در روز عرض اولیه سهامی باقی موند ما اون رو ببخشیم، عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم، اگر اوراق بدهی باقی موند ما میایم اون رو خریداری میکنیم. توی قراردادهای تعهد پذیرنویسی اوراق بدهی دو مدل قرارداد میشه بس. یه حالت اینه که حالا در گذشته بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت که تامین سرمایه ها میگفتن ما به واسطه پذیرش سمت تعهد پذیرنویسی یک کارمزد ثابت میخوایم، بعد حالا بر مبنای اوراقی که فروش نره و ما اون اوراق رو خریداری بکنیم، درصدی از اون حالا حجم اوراقی که خریداری کردیم رو به عنوان کارمزد دریافت میکنیم. مثال میزنم، مثلا 0.5% کارمزد ثابت روی حجم اوراقی که متعهد شدن رو به عنوان کارمزد ثابت برمی داشتن، مثلا 2% 1% روی قسمت فروش نرفته. اما این مدل دیگه کمتر مورد استفاده قرار میگیره. الان چیزی که
هستش اینه که تامین سرمایه ها معمولا بابت تعهد پذیرنویسی اوراق بدهی که برمی‌دارن یک کارمزد ثابتی رو از مشتری مطالبه میکنن، 1%، 2%. حالا این کاملا بستگی داره به توافقی که صورت میگیره. پس بنابراین شما اگر بخواید درآمد تعهد پذیرنویسی یک تامین سرمایه رو تو بخش اوراق بدهی پیش بینی بکنید، لازمش اینه که 2 تا اطلاع داشته باشین. یک، باید بتونین که حجم اوراقی رو که حالا میتونه متعهد پذیرنویسش باشه رو برآورد کنین. 2، حالا کارمزدی که دریافت میکنه رو باید مثلا پیش بینی کنید، چون خب خودتون هم میدونید معمولا تو پیش بینی صورت‌های مالی 4 سال 5 سال رو پیش بینی میکنن دیگه. بعد شما مثلا بایستی بیان برای این 4 سال یا 5 سال اول حجم اوراقی که قرار هست متعهد بشه رو برآورد بکنید، بعد حالا بیان یه نرخ کارمزدی رو هم برآورد بکنید که در نهایت از حاصل ضرر اینها بتونید درآمد تعهد پذیرنویسی اوراق بدهی رو در بیاریم. من یه نکته خدمت شما بگم. ببینید حجم برآورد حجم اوراق جهت پذیرش تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی معمولا بر اساس 2 تا بحث صورت میگیره. یکی بر اساس کفایت سرمایه تامین سرمایه ها که من در ادامه حالا راجعش توضیح میدم، یکی هم بر اساس حالا اون میزان تقاضایی که در بازار برای انتشار اوراق وجود داره که بر اون اساس خب میایم مثلا برآورد میکنیم، فرض میکنیم ما میخوایم تامین سرمایه نوین رو ارزش گذاری کنیم، میان برآورد میکنیم که خیلی خوب با توجه به سرمایه‌ای که تامین سرمایه داره، کفایت سرمایه‌ای که داره، در سالهای مثلا 1400 تا 1405 چه میزان میتونه اوراق رو متعهد پذیرنویس بشه که برای این اساس حجم رو پیش بینی میکنیم. نرخ کارمزد هم معمولا تو تعهد پذیرنویسی چون خیلی کارمزد بالایی هم نیستش، نگاه میکنن به گذشته و سوابق حالا اون شرکت تامین سرمایه‌ای که ما داریم ارزش گذاریش میکنیم، بر اون اساس حالا مثلا یه نرخ کارمزدی رو در نظر میگیرن. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده معمولا کارمزد پذیرنویسی مثلا بین 0.5% دیگه تو ماکسیموم حالت ممکن تا مثلا 2% کل حجم انتشار اوراق هستش. در مواقعی که ما هم متعهد پذیرنویس اوراق میشیم هم بازارگردان اوراق میشیم. معمولا هم وقتی تامین سرمایه ها بازارگردان یک اوراق میشن، متعهد پذیرنویس هم خودشون میشن. خیلی کم اتفاق میفته که مثلا یکی بازارگردان بشه متعهد رو مثلا بده به جای دیگه یا مثلا به تامین سرمایه دیگه. به خاطر همین تو بهترین حالت ممکن توی پیش بینی ها وقتی حجم تعهد تامین سرمایه ها رو بر اساس اوراق برآورد میکنن، مقدار حالا حجم تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی رو یکسان در نظر میگیرن. پس بنابراین شما حجم رو بایستی با توجه به سرمایه تامین سرمایه، کفایت سرمایه‌اش و تقاضایی که در بازار وجود داره برآورد بکنید و با توجه به حالا نرخ‌هایی که در بازار هست، با توجه به سوابق اون شرکت تامین سرمایه‌ای که ارزش گذاری می‌کنید، یه نرخ ثابت رو برای پذیرنویسی اوراقش برآورد کنید. بحث اصلی حالا سرفصل دیگه درآمدی تامین سرمایه ها درآمد تعهد پذیرنویسی سهام هستش. من عذرخواهی میکنم. توی این بخش ببینید تامین سرمایه ها توی 2 تا مورد میان تعهد پذیرنویسی سهام رو عهده‌دار میشن. یکی در زمان عرضه های اولیه هستش، یکی هم در زمانیه که مثلا شرکت سهامی عامه مثلا معمولا هم بورسی ها مثلا اینطوریه که میخواد که افزایش سرمایه بده از محل مطالبات و آورده نقد، که در این صورت بایستی به سازمان بورس متعهد پذیرنویس رو معرفی کنه که حالا میتونه متعهد پذیرنویسش یه تامین سرمایه باشه. معمولا اتفاقی که میفته اینه، حالا فرق نمیکنه چه ما بخوایم تعهد پذیرنویسی سهام رو برداریم چه بخوایم تعهد پذیرنویسی مثلا حق تقدم رو تو افزایش سرمایه برداریم که بعداً تبدیل به سهم میشه، معمولا کارمزدی که مطالبه میکنن یک کارمزدی تحت عنوان کارمزد قبولی سمت هستش و یک کارمزدی هم هستش تحت عنوان کارمزد نگهداری سهام خریداری شده
یعنی چی؟ مثال میزنم، فرض بکنید که ما متحد پذیرنویس سهام مثلا شرکت فولاد آلیاژی میشیم. در افزایش سرمایه مثلا شرکت حالا از عدد A به B که تهش مبلغ افزایش سرمایه به طور مثال 100 میلیارد تومان هستش. ما میایم اینجا عنوان کردم مثلا برای اینکه شما بخواید اینجا اینو پیش بینی کنید، یک برآورد مبلغ تعهد داریم که برآورد نرخ کارمزد. تو مبلغ تعهد خب تعداد سهمی که تامین سرمایه میخواد متحد بشه از نظر تعدادی مشخصه. از نظر قیمت هر سهمی که حالا مثلا بعدا ما بایستی پرداخت بکنیم، ما معمولا یه برآوردی میکنیم. حالا اگه ارز اولیه باشه که قیمت مشخصه، ارزشیاب ارزش گذاری کرده. اگه افزایش سرمایه باشه قیمت سهم رو بعد از افزایش سرمایه برآورد میکنیم و بر این اساس میتونیم مبلغ تعهد رو از نظر ریالی در بیاریم. بعد توی نرخ کارمزد هم کارمزد قبولی سمت معمولا عدد خیلی خاصی نیستش. معمولا مثلا بین 100 تا 200 میلیون تومان کارمزد میگیرن، حالا بسته به اون حجم تعهد. این میشه کارمزد قبولی سمت. ولی در مورد کارمزد نگهداری، این کارمزد بر اساس منابعی که از تامین سرمایه ها درگیر میشه برای خرید سهام، این کارمزد مطالبه میشه. چیزی که مثلا حالا در عرف وجود داره و مثلا شاید شما توی شرکت‌های تامین سرمایه ببینید یا حالا بشنوید، معمولا اگر یه تامین سرمایه متحد پذیرنویس سهام بشه، سهمی رو بخره به اندازه پولی که ازش درگیر شده، ماهانه کارمزدی رو مطالبه میکنه که این کارمزد حالا بسته به سیاست هیئت مدیره شرکت‌های تامین سرمایه داره. حالا شما فرض کنید که حالا میخوان این درآمد تعهد پذیرنویسی سهام رو بیان و توی صورت‌های مالی پیش‌بینی که یعنی صورت‌های مالی رو که داریم پیش‌بینی می‌کنیم برآورد بکنیم. لازمش اینه که توی اینجور مواقع باید شما به سابقه تامین سرمایه نگاه کنید. استراتژی‌های تامین سرمایه‌ها برای ورود به بحث‌های تعهد پذیرنویسی سهام با همدیگه متفاوته. معمولا مثلا یه سریا ممکن اصلا علاقه‌ای برای ورود به این حوزه نداشته باشن، توی سری جاها می‌بینید که نه مثلا خب مثلا شرکت کردن. پس بنابراین برای اینکه چون شما اطلاعات جزئی رو معمولا روی قراردادها و مثلا جزئیات سوابق کاری اون تامین سرمایه‌ای که دارین ارزش گذاری می‌کنین که معمولا ندارین، به خاطر همین نگاه کنید به سوابق قبلیشون و ببینید که تو صورت‌های مالیشون مثلا تو سال‌هایی که اینا متحد پذیرنویس شدن مثلا چه حجمی رو تعهد برداشتن. از اطلاعاتی که توی سایت سازمان یا توی مجوزهای افزایش سرمایه‌ها میتونید ببینید، شاید از اون جاها مثلا بشه سوابق اون تامین سرمایه رو برای برآورد مبلغ تعهد پذیرنویسی سهام مثلا درآورد. ولی میگم نرخ کارمزد قبولی سمت حالا خیلی عدد خاصی نیست، بین همون 100 تا 200 میلیون تومانی هست که گفتم. همیشه حالا تو صورت مالی تامین سرمایه ها نگاه کنید، تو اطلاعیه‌های کدالشون نگاه کنید، معمولا اینا رو افشا میکنن. توی کارمزد نگهداری هم اگر شما بتونید از توی صورت‌های مالی، گزارش هیئت مدیره به مجمع، گزارش فعالیتاشون برآورد کنید که توی یک سالی مثلا چه تعداد سهمی رو متعهد شده و چه کارمزدی رو گرفته، چقدر پولش درگیر شده، میتونید سیاست اون تامین سرمایه رو برای کارمزد دوره نگهداریش استخراج بکنید و از همون سیاست شما تبعیت کنید و برای سالهای آینده رو هم به این صورت برآورد بکنید. نکته بعدی راجع بازارگردانی اوراق هستش. ببینید شاید یکی از اصلی ترین محرک های ارزش گذاری شرکت های تامین سرمایه برآورد درآمد بازارگردانیشون هستش. چون شما اگر صورت های مالی تامین سرمایه ها رو نگاه کنید، معمولا سرفصل درآمد تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی یه عدد مثلا قابل ملاحظه‌ایه توی حالا ترکیب درآمدی تامین سرمایه ها. برآورد کردن این درآمد شاید بگم روی ارزش گذاری شما اثر بسیار قابل ملاحظه‌ای داشته باشه. اول از همه خب بیاین متوجه بشیم که اصلا این درآمد جنسش چیه، چجوریه، بر چه اساسی محاسبه میشه. ببینید خود مفهوم بازارگردانی به معنی ضمانت نقد شوندگی اوراقه.
یعنی من تامین سرمایه که بازارگردان میشم تضمین میکنم که برای 4 سال اگر هر گونه تقاضای خرید و فروشی برای اوراق حالا مد نظر وجود داشت، به اندازه تعهد روزانه‌ام بیام و سعی بکنم که تا جایی که میشه اون اوراق رو نقد شونده بکنم در بازار. ما معمولا برای این تعهدی که توی تامین سرمایه ها برمی‌داریم، حالا معمولا که خب حتما یه کارمزدی رو مطالبه میکنیم، ولی شکل و جنس این کارمزده خیلی متفاوت هستش توی تامین سرمایه ها و حتی کیس بای کیس. اما اون چیزی که عرف هستش رو من خدمت شما توضیح میدم. شما قطعا باید صورت مالی چند تا تامین سرمایه رو نگاه کنید که بتونید به سیاست حالا اون تامین سرمایه‌ای که دارین ارزش گذاری میکنین پی ببرین که مثلا اون معمولا چه مدلی کارمزد میگیره. برای برآورد درآمد بازارگردانی 2 تا بحث اصلی داریم. یکی این که اصلا برآورد کنیم حجم اوراقی که اون تامین سرمایه بازارگردانش هستش چقدر هست. دومی که کارمزدش رو چجوری برآورد بکنیم. راجع حجم، شما موقعی که میخواین پیش بینی صورت‌های مالی رو انجام بدین، در درجه اول قطعاً شما باید ظرفیت اون تامین سرمایه رو برای پذیرش تعهدات برآورد کنید. یعنی چی؟ من یک مثال ساده میزنم. ببینید شما مثلا میخوان یک شرکت تولیدی رو بیاین ارزش گذاری کنید. قبل از هر چیزی شما میان ظرفیت تولید رو برآورد میکنیم، بعد بر اساس مثلا میگین خب این اینقدر ظرفیت اسمی داره، اینقدر ظرفیت عملی داره، بعد میان میگین خب میزان تولیدش رو من اینجوری پیش بینی میکنم، میزان فروشش هم حالا اینطوری پیش بینی میکنم. توی شرکت‌های تامین سرمایه شما برای اینکه بتونید حجم تعهدات بازارگردانی و تعهدپذیرنویسی رو برآورد کنید، اول از همه باید بیاین ببینید که اون تامین سرمایه با توجه به سرمایه‌ای که داره و کفایت سرمایه‌اش اصلا چقدر کلا میتونه تعهد داشته باشه. خب بعد اون وقت نکته بعدی این هستش که حالا در سالهای گذشته چقدر از این تعهد استفاده کرده و چقدر باقی مونده. تامین سرمایه ها رو دقت بکنید معمولا سالانه افزایش سرمایه هایی میدن. این خیلی کار سختیه که شما بخواید تو ارزش گذاری افزایش سرمایه تامین سرمایه ها رو لحاظ بکنید. پس حالا ساده ترین سناریویی که شما میتونید مد نظر قرار بدین اینه که فرض رو بر این بگیرید که اون تامین سرمایه در طی اون 4 سال 5 سالی که داریم پیش بینی سودش رو انجام میدیم سرمایه‌اش افزایش پیدا نکنه. حالا با این سرمایه با ترازنامه‌ای که الان داره کفایت سرمایه‌اش رو بیاین محاسبه بکنیم و ظرفیتش رو برآورد کنیم. خود محاسبه کفایت سرمایه یکم نکته داره واقعا. شاید مثلا توی این 2 ساعتی که این دوره داره برگزار میشه من خیلی نتونم راجع جزئیاتش صحبت بکنم، ولی فقط میتونم همین نکته رو به شما بگم که برای اینکه شما دقت کارتون رو توی ارزش گذاری تامین سرمایه بالا ببرید باید توانایی محاسبه کفایت سرمایه‌اش رو داشته باشید که بعد بر اون اساس بیان بگی خیلی خوب مثلا تامین سرمایه X وقتی که سرمایه‌اش فرضاً 800 میلیارده تا حالا مثلا 3000 میلیارد تومان تو صورت مالیش داره، نشون میده اوراق تحت بازارگردانی داره، چقدر ظرفیت خالی داره، که بر اون اساس خب بیان بگیم پس ظرفیت باقی مانده اینه. من پیش بینی میکنم، مثال میزنم، میگیم که ظرفیت باقی مانده مثلا 5000 میلیارد تومانه. من با توجه به تقاضایی که در بازار وجود داره، با توجه به سوابق شرکت پیش بینی میکنم که هر سال مثلا 1000 تا تعهد جدید برداره. بعد ببینید توی شناسایی درآمد بازارگردانی شما قطعا باید برید اطلاعات دیتیل اوراق تحت بازارگردانی اون تامین سرمایه رو در بیارید. یه لیستی باید در بیاریم که مثلا تامین سرمایه X الان چه اوراقی رو تحت بازارگردانی داره، تاریخ سررسید اونها کیه، کارمزدش رو قبلا چجوری میگرفته. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما تامین سرمایه ها درآمد بازارگردانیمون 2 دسته است. یک، درآمد بازارگردانی برای اوراقیه که در سالهای قبل ما اونها رو منتشر کردیم و برش داشتیم.
دو، درآمد بازارگردانی برای اوراقی که از امسال ما قرار هست که جدید منتشر بکنیم. پس اینجا شما باید محاسبه درآمد بازارگردانیتون تو 2 تا پارت انجام شه. اوراقهای قدیم رو که خب بایستی حالا یا از توی صورتهای مالی اطلاعاتی که تو کدال هست بیان مثلا ریسکاوی کنیم، ببینیم که مدل قراردادی که با مشتری بسته شده بود. اجازه بدید سوالاتتون رو من پایان جلسه حتما خدمتتون توضیح میدم آقای بدیعی، چون اینطوری ممکنه که نرسم به همه چیزایی که میخوام بگم. درآمد بازارگردانی اوراق قدیم رو شما قطعا باید همه تلاشتون رو بکنید، ریسکاوی بکنید که ببینید چه جوری بسته شده، چون مدل‌های دریافت کارمزد هم دیگه فرق میکنه. بعد عمر اوراق هم باید توجه بکنید، به خاطر اینکه درآمدهای بازارگردانی مطابق استانداردهای حسابداری بر اساس عمر اوراق و به صورت روز شمار شناسایی میشه. یعنی اگر من قرار باشه صورت مالی تامین سرمایه پیش بینی بکنم، مثلا میگم فرض کنید من اومدم 3 سال قبل تو تامین سرمایه نوین یه اوراق مشارکتی منتشر کردم برای یه شرکت پتروشیمی. خب حالا 3 سال 2 سال قبل، مثلا 2 سال تا زمان سررسیدش باقی مونده و این درآمد این شرکت ناشی از بازارگردانی اوراق این پتروشیمیه تو سال 1400 1401 خودش رو نشون میده. پس من باید اول از همه ببینم که دقیقاً تا چه تاریخی باید این درآمد رو شناسایی کنم، چون به صورت روز شمار شناسایی میشه. ثانیاً این که روی مثلا حالا حجم اوراق و اینکه نحوه دریافت کارمزد چی بوده. ببینید اینجا الان من 2 تا بخش گذاشتم، گفتم انواع مدل‌های اخذ کارمزد، 1 دریافت کارمزد سالانه بازارگردانی، 2 تنخواه بازارگردانی. ببینید ما تامین سرمایه‌ها کارمزدایی که از مشتریامون میگیریم یا یه کارمزد ثابتی میگیریم، میگیم مثلا سالانه شما با توجه به اینکه نرخ سود اسمی اوراق 18%، مثلا سالی 3% به من کارمزد سالانه بازارگردانی بده، یا اینطوری میگیم، یا مثلا میگیم که فرضاً مثلا من بازارگردانی اوراق شما رو برمیدارم، اوراقی که مثلا 18% با مواد پرداخت سود 3 ماهه باره، شما مثلا بیا چه میدونم 20% 15% به من تنخواه بازارگردانی بده. تنخواه بازارگردانی فرقش با کارمزد چیه؟ توی کارمزد شما یه عددی رو دریافت میکنید، اون پول مال خودتونه و میتونین شناساییش کنید تو صورتهای مالیتون. توی تنخواه از مشتری یه پولی رو میگیرین، اونو برای عملیات بازارگردانی استفاده میکنین و تو سررسید اوراق اون پول رو به مشتری پس میدین. به خاطر همین شما اگه تو صورتهای مالی تامین سرمایه‌ها نگاه کنید، عددهای کارمزد مثلا درصدش کوچیکه ولی تنخواهای بازارگردانی درصدش خیلی با اهمیته. خب پس در نتیجه شما وقتی دارین ریسکاوی میکنین، میخواین درآمد اوراق سالهای قبل رو در بیارین، کنار اینکه به حجم اوراق توجه میکنید، به سررسید اوراق توجه میکنید، به نوع اون مدل قرارداد بازارگردانی که کارمزد ثابت گرفته، تنخواه گرفته یا ترکیبی گرفته، اینو بایستی بتونید در بیارید اگه میخواین خیلی دقیق پیش بینی کنید. بعد حالا کارمزد ثابت سالانه در ابتدای هر سال قراردادی معمولا از مشتری‌ها گرفته میشه و به صورت روز شمار قابل شناساییه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اومدم با یه مشتری گفتم 3% در سال باید بدید. شما باید برای سالهای آینده پیش بینی کنید که مثلا چه تعداد روز باقی مونده و چند تا کارمزد قرار دریافت بکنه. اونو به صورت روز شمار کارمزد ثابت سالانه‌اش رو شناسایی کنید. هر تعداد روزی که تا سررسید باقی مونده بود بایستی بیان و بر اون اساس کارمزد ثابتش رو بتونید تو سالهای دیگه شناسایی کنید. مثال میزنم، مثلا من در سال 1400 یه اوراقی دارم که توی آذر ماه قراره که سررسید بشه. پس من تو آذر 99 اون 3% رو گرفتم، یه بخشی از کارمزدم رو تا اسفند 99 که صورت مالی تامین سرمایه شناسایی کردم. از اول فروردین 1400 تا مثلا پایان آذر ماه امسال 9 ماه دیگه هست. اون 3% که من پارسال گرفته بودم برای 1 سال بوده. پس در نتیجه اون 3 ماهش رو پارسال شناسایی کردیم، 9 ماهش رو بایستی بیاریم و توی
صورت‌های مالی 1400 پیش بینیش بکنیم. در مورد تنخواه هم همینطوره. ببین مثلا من میام از یک مشتری 20% تنخواه میگیرم، فرض کنید دیگه کارمزدی هم نمیگیرم. وقتی من 20% تنخواه میگیرم و نرخ اسمی اوراق 18% هستش، معمولا اینجوری حساب کتاب میکنن، میگن 20% تنخواه ضرب در همون نرخ اسمی اوراق که 18% میشه یک کارمزدی که شما حالا بخوام اینجا حساب بکنم میشه 20% ضرب در 18% میشه 3.6%. ما این 3.6% رو ضرب میکنیم تو حجم اوراق که عددی در میاد که این درآمد بازارگردانی اوراق ناشی از تنخواه برای 1 سال هستش. باز با توجه به این که چه تعداد روز توی اون سال مالی که داریم پیش بینی میکنیم، چه تعداد روزی حالا از عمر اون اوراق باقی مونده، درآمد تنخواه رو هم همطوری شناسایی میکنیم. نمیدونم حالا این تیکه رو تونستم کامل خدمتتون توضیح بدم یا نه. اگر اینجا براتون سوال شد تو آخر جلسه من یه فایل اکسل میارم و این تیکه رو بهتون نشون میدم. نهایتا این که پس شما راجع درآمد بازارگردانی باید یه ریزکاوی حسابی انجام بدید روی اوراقی که در سالهای قبل منتشر شده و درآمد بازارگردانی رو برای اوراق به اصطلاح در دست تعهد باید حساب بکنید. بعد حالا ما میخوایم حساب بکنیم که بالاخره یه سری اوراق هم تامین سرمایه‌ها هر سال میزنن دیگه. این اوراقای جدید رو یک، ظرفیت ما بر اساس سرمایه‌مون مشخص میشه. 2، اوراقایی که تو سالهای قبل منتشر کردیم هی سررسید میشن، خب این اوراقا ظرفیت ما رو باز میکنن دیگه. پس شما موقعی که میخواین ظرفیت تامین سرمایه‌ها رو برای پذیرش اوراق تو سالهای آینده برآورد بکنید، هم باید توجه کنید به سرمایه فعلیشون، هم باید توجه کنید به این همین اوراقایی که تو سالهای آینده سررسید میشن. من خودم موقعی که میخوام کار انجام بدم معمولا کفایت سرمایه تامین سرمایه ها رو برای 4 یا 5 سال پیش بینی میکنم. اطلاعات ترازنامه، صورت سود و زیان، همه این مواردی که درآوردم رو توی اون جدول کفایت سرمایه‌ام لحاظ میکنم و بر این اساس میتونم اون ظرفیت ها رو استخراج بکنم. وقتی ظرفیت رو شما استخراج کردین، حالا میخوایم بگیم که خیلی خوب مثلا کارمزدها رو من چجوری ببینم. برای اینکه کارمزدها رو ببینید واقعیتش اینه که ما تامین سرمایه‌ها اصلا این نرخ‌ها رو بر چه اساسی به مشتری‌ها پیشنهاد می‌کنیم. ما تامین سرمایه‌ها نگاه می‌کنیم ببینیم که مثلا هزینه پول توی بازار چقدر هستش. یعنی چی؟ یعنی نرخ بازده مورد انتظار توی بازار چقدره. شاید بهترین شاخصی که شما بتونید ببینید همین اقصاهایی که تو بازاره. الان شما اقصاهای بلند مدت رو نگاه بکنید، عمدتاً حالا مثلا یه وایتیمی نزدیک به 23% داره. یعنی شما اگر قرار باشه اوراقی که بازارگردانیشو برداشتین تو حجم بالا بخوایم به بقیه بفروشین، مثلا یه کارمزد وایتیم 23% رو با احتساب نرخ اسمی اوراق بایستی بیایم در واقع به اون مشتریان ترجیحی پرداخت بکنید. پس در نتیجه تامین سرمایه‌ها اینجوری با خودشون 2 تا 4 تا میکنن. میگن که خب هزینه فروش اوراق به اصطلاح به اندازه اقصا هست، یعنی اون کسی که پول داشته باشه یا میره اقصا میخره یا وقتی میاد پیش شما تامین سرمایه که بخواد اوراق بخره، وقتی پول قابل ملاحظه داره میگه من دیگه توی حداقل حالت ممکن مثلا به اندازه اقصا میخوام دیگه، بازدهی میخوام. حالا تامین سرمایه میگه خیلی خوب، پس 23% من بایستی مشتریام رو قانع بکنم، یه درصدی هم از بابت درگیر شدن کفایت سرمایه‌ام میخوام، که حالا اون درصدی که برای درگیر شدن کفایت سرمایه هستش تو شرایط رقابتی تامین سرمایه‌ها تعیین میشه. شاید الان برای شما این سوال پیش بیاد، خب خیلی خوب من مثلا الان مثلا برای سالهای آینده تامین سرمایه که دارم ارزش گذاری میکنم، مثلا فرض بگیرم که این تامین سرمایه همیشه با چه بایتیمی میومده تامین مالی میکرده، چون شما اگه صورت مالی رو نگاه کنین هر تامین سرمایه‌ای فرق میکنه. متوسط وایتیمی که باهاش کار میکنه که هم بتونه پاسخگوی مشتریاش باشه هم یه پولی تو جیب خودش بره فرق میکنه.
مثلا میبینین یه تامین سرمایه‌ای میان وقتی که YTM اوراقاشو حساب میکنین میبینین به طور متوسط مثلا رو هولوش 24-25% کار کرده. یه تامین سرمایه‌ای مثلا نه، شاید ارزونتر کار کرده باشه. رو همین حساب شما برای اینکه بتونید سیاست به اصطلاح نرخ‌دهی اون تامین سرمایه رو در بیاریم که همون سیاست رو بعد سالهای آینده استفاده بکنید، باز باید همین اوراق قبلیش رو ریسکاوی بکنید. ببینید مثلا میگم، و مثلا فرضاً تامین سرمایه X اومده تو سال قبل واسه فولاد مبارکه که یه سکوک اجاره 18% 3 ماه یه بار زده، مثلا یه کارمزد 3% گرفته. خب قطعا شما همه بلدین YTM حساب کنین دیگه. توی اکسل یه YTM حساب میکنید، مثلا میبینید که خب مثلا فولاد مبارکه که اوراق 4 ساله داشته رو این تامین سرمایه با 24% اومده تامین مالی کرده. همینجور برای بقیه اوراقایی که تو دست تعهد داره YTMش رو حساب بکنید. یعنی بعد YTM ها رو که حساب کردین یه میانگین بگیرین، اون موقع متوجه میشین که مثلا سیاست اون تامین سرمایه در نرخ‌دهی به مشتری هول و هوش چه YTMی هستش. به طور متوسط آنچه که بر اساس تجربه حالا من دیدم، حالا حداقل توی این 10 سال، توی اوراق‌هایی که 4 ساله باشه معمولاً YTM زیر 24% برای تامین سرمایه‌ها نمیارزه. به خاطر همین معمولا نرخی که پیشنهاد میدن یه نرخیه که با احتساب نرخ سود اسمی اون YTM 24% رو براشون محقق بکنه. خب شما پس برای اینکه بتونید حالا این کارمزد رو پیش بینی کنید، حجم رو پیش بینی کردین، اومدین گفتین خب مثلا این تامین سرمایه‌اش 800 میلیارد تومانه، اوراق فعلیش 3000 تاست، مثلا 5000 تای دیگه جدید میتونه برداره. با توجه به تحلیل خودتون میان و اون 5000 تا رو بین اون 4 سال یا 5 سال توزیعش میکنیم. میرسیم به نرخ که میرسیم باید یه فرضی رو اول در نظر بگیریم که مثلا من فرض میکنم اوراق جدیدی که منتشر میکنه همه به صورت 4 ساله باشه، YTMش مثل سابقه اون تامین سرمایه همیشه با YTM 24 کار کرده. پس من اگه بخوام نرخ پیش بینی کنم میگم الان نرخ سود اسمی اوراقا همه 18% مثلا 3 ماه یه بار پرداخته. خب پس در نتیجه حالا اینو YTMش رو در بیارید، من حدوداً دارم میگم مثلا 3% 3.5% این میتونه کارمزد به صورت کارمزد بازارگردانی برای اوراقای جدیدش هم بگیره. باز نگاه کنید ببینید تو اون تامین سرمایه‌ای که دارین ارزش گذاری میکنید اینا بیشتر کارمزد ثابتی کار میکردن، تنخواهی کار میکردن، ترکیبی کار میکردن. بهترین حالت اینه که با توجه به سابقه دریافت کارمزدهاش بیاین مثلا بگین که خب حالا برای رسیدن به این YTM مثلا 24% این تامین سرمایه مثلا همیشه یه تنخواهی داشته، مثلا 4% 5% تنخواه داشته، پس من یه تنخواه 5% برای اوراق جدیدش در نظر میگیرم. مثلا مابقیش حالا هر چی که مون واسه این که به اون YTM 24 برسه رو به صورت کارمزد ثابت سالانه بازارگردانی میبینم که در این صورت شما در واقع از سابقه اطلاعات اون تامین سرمایه استفاده کردید، یک YTMی که باش کار میکنه رو در آوردید، دو نحوه دریافت کارمزدهاشو در آوردید که با این در واقع پیش‌فرض‌ها شما میتونید درآمد بازارگردانی اوراق رو برای اون شرکت تامین سرمایه محاسبه بکنید. این حالا راجع درآمد بازارگردانی. نکته بعدی راجع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستش. ببینید معمولاً توی صورت‌های مالی تامین سرمایه‌ها نگاه کنید، یک کارمزدی تحت عنوان کارمزد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارن که این کارمزد خب خیلی ربط داره به اینکه ترکیب اون، اول از همه اصلا این رو بگم تامین سرمایه‌ها ممکنه همشون صندوق نداشته باشن. اون تامین سرمایه هایی که صندوق داشته باشن قطعا مزیت دارن. هر چقدر حجم صندوقاشون بالاتر باشه این برای تامین سرمایه یک
آیتم مثبت محسوب میشه، یعنی که یه مزیته، یه نکته خوب برای اون تامین سرمایه است. چرا؟ به خاطر اینکه قابلیت اون تامین سرمایه رو در نرخ‌دهی به مشتری افزایش میده. من هر چقدر حجم منابعم بیشتر باشه میتونم تو دنیای رقابتی بین تامین سرمایه‌ها با نرخ یا YTM ارزونتری بیام مشتریامو تامین مالی بکنم. در نتیجه پس اول از همه باید نگاه کنید ببینید که آیا اصلا کلا اون تامین سرمایه‌ای که دارین ارزش گذاری میکنید صندوق دارد یا ندارد، حجم صندوقاش در حال حاضر چقدره. بعد بیاین نگاه کنین ببینید سوابق اون تامین سرمایه تو جذب منابع چجوری بوده، مثلا چه میدونم سالی چند درصد رشد توی منابع صندوق‌های سرمایه گذاریش داشته. پس باید بتونید مثلا حجم صندوق‌های سرمایه گذاریش رو برای سالهای آینده پیش بینی بکنید. بعد حالا میرسه به کارمزد مدیر صندوق. کارمزد مدیر صندوق معمولاً بر اساس ترکیب دارایی‌هایی که داخل خود صندوق هست محاسبه میشه. اونم همه چیش هم خب سازمان بورس برای تامین سرمایه‌ها تعیین میکنه. این که مثلا چند درصد سهام بایستی باشه، چند درصد اوراق با درآمد ثابته، چند درصد سپرده است. پس یک حد نصاب‌هایی برای صندوق‌ها وجود داره که شما بهتره که بر اساس آخرین دستورالعمل‌های سازمان بورس اون حد نصاب‌ها و کارمزدهایی رو که برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده رو استخراج بکنید. حجم صندوق‌ها رو هم حالا باز باید نگاه کنید، یک به سابقه تامین سرمایه و دوم به اینکه حالا مثلا برنامه‌ش هم به چه ترتیبیه. شاید مثلا یه تامین سرمایه‌ای مثلا سالهای آینده شما می‌خواید یه ارزش گذاری انجام بدین واسه تامین سرمایه‌ای که تازه تأسیسه، مثل دماوند. خب دماوند شاید الان مثلا صندوق نداره یا مثلا یه دونه صندوق داره، ولی شاید توی برنامه‌هاش بیاد اعلام بکنه که من قراره فرضاً 3 تا صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت داشته باشم که مثلا مجموع منابع من به 20,000 میلیارد تومان برسه. پس شما حتما باید به این اطلاعات هم توجه بکنید، چون معمولاً تامین سرمایه اصلا بدون صندوق سرمایه گذاری امکان پذیر نیست، یعنی که واقعا دیگه چیزی براش نمیمونه. اصلا اصل بیزینس اینه که بایستی صندوق داشته باشن. اینجا پس یه درآمدی که ما داریم ناشی از کارمزد مدیر صندوقی که بر اساس آخرین دستورالعمل‌های سازمان بورس و سابقه تامین سرمایه بایستی برآورد بشه. یه درآمد هم داریم ناشی از سود سرمایه گذاری توی صندوق هاست. ببینید وقتی من مدیر صندوق میشم، منی که توی تامین سرمایه هستم، بایستی طبق دستورالعمل‌های سازمان یه بخشی یونیت ممتاز داشته باشم. این یونیت های ممتاز من به مثلا وقتی که تامین سرمایه ها پول پرداخت میکنن و اون یونیت ها رو خریداری میکنن، تا زمانی که مدیر اون صندوق هستن این یونیت ها رو تو مالکیت خودشون دارن. پس در نتیجه سالانه بابت پولی که مثلا برای خرید اون یونیت ها دادن یه سودی دریافت میکنن. پس یه بخشی از اون درآمدی هم که از محل صندوق ها برای تامین سرمایه ها اتفاق میفته در واقع بحث سود ناشی از سرمایه گذاری توی واحدهای سرمایه گذاری ممتازه که همه اینا از توی صورتهای مالی و سایت صندوق ها قابل استخراج هستش. یه بحث دیگه که اینم عددش توی صورتهای مالی تامین سرمایه ها خیلی قابل ملاحظه هستش، بحث سود سپرده بانکیه. ببینید ما تامین سرمایه ها همونطور که تو اول توضیحاتم هم که خدمتتون گفتم یه سری منابعی داریم که به اتکای اون منابع میان مشتریانمون رو تامین مالی میکنیم. یه سری از این منابع مال خود تامین سرمایه است که شامل چیه؟ سرمایه‌اش، سود انباشته و حالا کشی که توی شرکت داره. یه سری منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاریه که اونا حالا سودی چیزی داشته باشن که تو اکانت تامین سرمایه‌ها نمیاد، پس اون مال خود صندوقه، اما اون منابع به ما کمک میکنه که آیا من منابع خود تامین سرمایه رو توی بحث‌های تعهدپذیری و بازارگردانی درگیر بکنم یا نکنم.
پس در نتیجه حالا هر چقدر منابع تحت مدیریت تامین سرمایه ها زیاد باشه، تامین سرمایه ها سرمایهشون و سود انباشه و این کشایی که داخل خودشون دارن رو نمیان صرف خرید اوراق بکنن. معمولا این منابع رو میبرن و تو بانک های مختلف اینا سپرده میکنن با نرخ های ترجیحی. یه نکته که وجود داره اینه، شما موقعی که مثلا دارین صورت سود و زیان و ترازنامه مثلا یه شرکت تولیدی رو پیش بینی میکنین، میان توی ترازنامه مثلا تمام آیتمای ترازنامه رو پیش بینی میکنین، حساب دریافتنی، پرداختنی، سرمایه گذاری، موجودی کالا فلان، هر چی که هست پیش بینی میکنین. بعد نگاه میکنین تو صورت جریان وچه، چون معمولا توی پیش بینی صورت‌های مالی همزمان ما 4 تا صورت رو پیش بینی میکنیم دیگه، صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان و صورت تطبیقه. توی تامین سرمایه هم همینطوریه. شما وقتی فایل اکسل رو میچینین هم دارین صورت سود و زیان رو پیش بینی میکنین، هم ترازنامه، هم صورت جریان، صورت تطبیق. بعد وقتی شما میان تمام آیتم‌های ترازنامه رو پیش بینی میکنین، حالا با توجه به همه مفروضاتی که در نظر گرفتید، نگاه میکنین به این که خب چقدر منابع مازادتون تامین سرمایه باقی میمونه. حالا این منابع مازاد رو یا در واقع میبرین، حالا اون تامین سرمایه یا میبره اونو سپرده بانکیش میکنه، یا اینکه میبره مثلا حالا اوراق، همین اوراق میخره یا مثلا صندوق میخره. تو صورت‌های مالی نگاه کنید ببینید حجم منابع مازاد تو سال‌های گذشته چقدر بوده، با چه نرخی رفته سرمایه گذاری شده. شما بایستی بیاین ترازنامه تامین سرمایه رو پیش بینی کنید که تا بتونید اون منابع مازاد رو اول حجمش رو در بیارید، بعد حالا برای نرخ سودش باید به 2 تا آیتم توجه کنید که بتونید درآمد ناشی از سود سپرده بانکی رو پیش بینی بکنید. یکی بحث اینه که خب الان اصلا نرخ سپرده بانکی چند هستش و برآورد ما واسه سالهای آینده به چه ترتیبیه. 2 اینکه گردش حساب در طی سال هم میتونه توی این درآمده تاثیرگذار باشه. مثلا ما معمولا چیکار میکنیم؟ مانده کش مازاد تامین سرمایه رو که استخراج میکنیم میان نگاه میکنیم تو سالهای گذشته با توجه به مانده وجه نقدی که داشته، مثلا تو سال فرضاً 99 که نرخ سود سپرده بانکی چه میدونم مثلا حالا 20-21% بوده، این چقدر تونسته سود سپرده بانکی شناسایی کنه. معمولا اینجوری نیستش که مثلا اگه مانده فرضاً 1000 میلیارد تومنه، اینو من بیام ضرب در 20% بکنم بگم خب 200 میلیارد تومان سود سپرده بانکیه. معمولا سود سپرده بانکی کمتر میشه. مثلا شما نگاه میکنید میبینید 150 میلیارده، مثلا 160 میلیارده. این نشون میده که گردش بچه نقدی که توی اون تامین سرمایه اتفاق افتاده باعث شده که سوده مثلا به 200 میلیارد نرسه. یعنی یه جاهایی در طی سال از اون منابعش استفاده کرده که اون استفاده باعث شده به سود سپرده بانکی تعلق نگیره. پس شما برای اینکه بتونید این درآمد دقیق برای سالهای آینده پیش بینی کنید، هم باید حجم منابع رو در بیارید، هم نرخ سود سپرده بانکی رو برای امسال سالهای بعد برآورد بکنید، همین که ببینید مدل گردش بچه نقد این تامین سرمایه در سالهای گذشته چقدر بوده که بر اون اساس بتونید این درآمد رو در واقع پیش بینی بکنید. یه نکته‌ای که پیش میاد، اینم من توی بحثام فراموش کردم که بگم، ببینید اون تنخواه بازارگردانی هم که ما از مشتریان میگیریم در واقع یه جورای منابع تحت اختیار ما هستش دیگه. توی قسمت درآمد بازارگردانی من گفتم که درآمد تنخواه رو چجوری شناسایی میکنن، ولی شما وقتی بیان برید تو صورت‌های مالی تامین سرمایه ما نگاه کنین، درآمد تنخواه رو توی سرفصل بازارگردانی نمیذارن، میذارن توی سرفصل سود ناشی از سپرده بانکی یا سود ناشی از سرمایه گذاری ها. این خودش خیلی نکته مهمیه. یعنی شما مثلا یه وقت میرید صورت مالی تامین سرمایه رو نگاه می‌کنید، مثلا این مثلا فرضاً 800 میلیارد تومان سود ساخته، ولی درآمد تعهد پذیر نویسی بازارگردانی که مثلا داره نشون میده
فرضاً مثلا 150 میلیارد تومانه، از اون طرف سود سپرده بانکیش مثلا 300 میلیارد تومانه. چرا اینجوریه؟ بعد شما که میرین دیتیل میشین میبینید اتفاقا سیاست اون تامین سرمایه اینطور بوده که به جای اینکه مثلا کارمزد ثابت بازارگردانی رو بگیره یا کارمزد تعهدش رو بالا بگیره، بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمزدش رو تحت عنوان تنخواه دریافت کرده که این باعث شده که سود ناشی از سرمایه‌گذاری و سپرده بانکیش تو صورت‌های مالی عدد قابل ملاحظه‌ای بشه. پس این به این معنی نیست که اون تامین سرمایه مثلا توی فعالیت اصلیش اکتیو نبوده، بلکه مدل اخذ کارمزدش متفاوت بوده. من به خاطر این یه بار دیگه حالا بحث تنخواه رو اینجا آوردم که خواستم توجه شما رو به این نکته جلب بکنم. یه بحث دیگه درآمد ناشی از خدمات مشاوره هستش. من حالا میگم مشاوره هایی که تامین سرمایه ها میدن چیه که حالا مثلا کلیتش رو بدونید، ولی واقعیتش اینه که این درآمد خیلی عدد قابل ملاحظه‌ای تو صورت های مالی تامین سرمایه ها نیست. مثلا تو حالا پیش بینی هم که توی مثلا حالا میخواین مثلا این سرفصل رو هم پیش بینی بکنیم، معمولا حالا نگاه میکنن روند نرخ رشد سالهای قبل چجوری بوده، مثلا همین سرفصل درآمدی رو هم میان با یه نرخ رشد مثلا چه میدونم حالا 20% 10% اینطوری رشدش میدن. اصلا این عدده توی درآمد تامین سرمایه‌ها گمه. ولی این فقط برای این آوردن شما در جریان باشین که این درآمد معمولا شامل درآمد مشاوره ارزی انتشار انواع اوراق بدهی، مشاوره افزایش سرمایه است، به ویژه واسه شرکت‌های سهامی عام، مشاوره تأسیس شرکت سهامی عام، مشاوره پذیرش شرکت‌ها تو بازار سرمایه است، مشاوره ارزشیابی، مشاوره اصلاح ساختار مالی و مشاوره اتمام و تمدید. اینا انواع مشاوره هایی که تامین سرمایه ها توی این بخش خدماتشون ارائه میدن. اغلب هم این مشاوره ها برای تامین سرمایه ها جنبه مثلا خدمات جانبی داره، فقط برای اینکه مشتری ها رو جذب بکنن که خب مثلا بتونن حالا تعهد پذیرنویسی و بازارگردانی بگیرن و درآمدها از اون محل محقق شه، چون این اصلا عدد خاصی نیستش واقعیتش. بحث بعدی راجع کفایت سرمایه. من یه اسلاید آوردم باز واسه این که تاکید بکنم روی این که بحث کفایت سرمایه بسیار با اهمیت در پیشبینی صورت‌های مالی تامین سرمایه است. یعنی اینکه شما موقعی که دارین ارزش‌یابی می‌کنین، کنار اینکه 4 سال مثلا میان تو فایل اکسلتون بحث‌های پیش بینی صورت‌های سود و زیان، نمیدونم ترازنامه، اینها رو میچینید، حتما اگه میخواین دقیق کار بکنید بایستی کفایت سرمایه تامین سرمایه رو هم برای 4 سال پیش بینی بکنید که همیشه مطمئن بشین یه وقتی اون تعهداتی که شما در نظر گرفتین از کفایت سرمایه تامین سرمایه نزنه بالا، چون انگار عین میمونه که مثلا ظرفیت یک کارخونه ای تولید 1000 واحد، شما مثلا بیای ببینی که 2000 واحد فروش داره. بعد یه نکته دیگه هم که هستش اینه که حالا باز این تیکرم من بر اساس تجربه خودم میگم. ببینید حالا قطعاً تو محاسبه ظرفیت تامین سرمایه ها اون شرایط ترازنامه اون روز خیلی مهمه، اما بین مثلا 7 تا 9 برابر سرمایه تامین سرمایه ها معمولا میتونن تعهد بردارن که حالا این تعهد یک بخشش خب قبلا استفاده شده، یک بخشش هم حالا جدیده که در سالهای آینده اونها رو مصرف میکنن. یعنی شما خیلی 2 تا 4 تای سرانگشتی بخواید بکنین، میگم بین 7 تا 9 برابر سرمایه تامین سرمایه ها معمولا میتونن بیان و تعهد بردارن. حالا بخوام حدودی بگم که فقط شما تو ذهنتون یه عدد رقمی شکل بگیره. توی کفایت سرمایه هم حالا من میگم روی فایل اکسل هم سعی میکنم نشون بدم خدمتون. 2 تا شیت رو شما بایستی همیشه پر بکنید. یکی از شیت ها معمولا اختصاص داره به همون ترازنامه فعلی تامین سرمایه. شیت دوم اطلاعات مربوط به تعهداتیه که تامین سرمایه برمی‌داره که حالا بر اساس اون ضرایبی که در دستورالعمل دیده شده شما مثلا ضریب کفایت سرمایه رو استخراج می‌کنید.
توی اون کفایت سرمایه چیزی که خیلی مهمه، یکی حجم تعهداتیه که ما برمیداریم، یکی حجم تعهدات روزانه است. مثلا میگم یه وقتی از توی اوراقی سازمان بورس میاد میگه تامین سرمایه شما بایستی روزانه 5% حجم کل اون اوراق رو تعهد بده که بازارگردانی کنی. یه وقت از ممکنه مثلا یه روزی سازمان بورس بیاد بگه نه تو باید روزانه 20% حجم کل اوراق رو بازارگردانی کنی. هر چقدر اون حجم تعهدات روزانه بالا بره، ظرفیت کفایت سرمایه ما خیلی پر میشه و ما مثلا دست ما رو میبنده برای اینکه ما بتونیم تعهد جدید برداریم. اگر هم حالا خیلی کنجکاو باشیم بخوایم بدونیم که مثلا تو هر اوراق چه جوری هستش، معمولا توی اطلاعیه عرضه هایی که تو انتشار اوراق رو سایت ها گذاشته میشه، حجم تعهدات روزانه رو میان افشا میکنن که به چه ترتیبی هستش. من یه سری نکته اینجا آوردم که خواستم شما وقتی صورت مالی تامین سرمایه ها رو نگاه میکنید حتما به این نکته ها توجه کنید. یه بخشیشو توی توضیحاتم گفتم، حالا یه تیکه هاشم نگفتم، اینجا توضیحاتم رو کامل میکنم. یک بحث اینه که بحث توجه به درآمدهای شناسایی نشده در بخش پیش دریافت ها تو ترازم است. شما مثلا دارین یه تامین سرمایه رو تحلیل میکنین، مثلا یه دفعه نگاه میکنین تامین سرمایه تو بازار قیمتش رفته بالا، بعد هی دنبال دلیل میگردین پیدا نمیکنین، میبینین که گاهی اوقات دلیل این که مثلا بازار به یک سهم تامین سرمایه پی بی بالاتری رو اختصاص میده به خاطر درآمدهای شناسایی نشده است. به خصوص توی سالهای اخیر چون تامین سرمایه‌ها با دولت خیلی کار میکنن، اکثر قراردادهایی که منعقد میکنن قراردادهایی که کارمزدشون رو به صورت یکجا در زمان انتشار میگیرن و این کارمزد حالا جوری محاسبه میشه که مثلا یه YTM رو محقق میکنه ولی کل کارمزد 4 سال همون یکجا در زمان انتشار میگیرن. بعد این کارمزد رو حالا بسته به اینکه چقدر از عمر اوراق سپری میشه تو هر سال شناسایی میکنن. تو صورت مالی تامین سرمایه ها شما نگاه بکنین میبینین که مثلا خیلی هاشون قسمت پیش دریافت ها یه عدد قابل ملاحظه درآمد دارن. این درآمدها بیشتر از این بابت هستش. حالا هر چقدر خب این بیشتر باشه بهتره دیگه، نشون میده که یه جورایی اون تامین سرمایه یه سری از کاراش رو سالهای قبل انجام داده و عملا یه درآمدی داره که هیچ کاری هم نکنه اینجوری میتونه اونا رو با سپری شدن عمر اوراقش شناسایی بکنه. پس این خودش یه آیتم خیلی مهم هستش. موقعی که شما دارین صورت مالی تامین سرمایه ها رو ریزکاوی میکنین، میخواین ببینید که مثلا چه جوری کار کرده، حتما به این بخش هم توجه بکنید. نکته بعدی راجع نحوه دریافت درآمد بازارگردانی هست که من این رو خدمتتون گفتم. بعضیا کارمزد ثابت سالانه میگیرن، بعضیا تنخواه میگیرن، بعضیا به صورت ترکیبی کار میکنن، بعضیا هم مثل همین مورد یکی که گفتم، یعنی میان یه کارمزدی رو حساب میکنن واسه کل 4 سال میگن اینو همون ابتدا تو زمان انتشار به من بده. ولی حالا این که چه مدلی این کارمزد رو پیشنهاد بدن بستگی به سیاست اون تامین سرمایه داره، ولی شما باید حتما تو ریزکاویاتون برین و در بیارین اون تامین سرمایه که دارین ارزش گذاری میکنین چه جوری کار میکنه. یه نکته مهم دیگه که مورد سوم هستش من اینجا آوردم، بحث توجه به هزینه‌های فروش اوراق در فعالیت‌های بازارگردانی اوراق بدهیه. ببینید این نکته چیه؟ معمولا مثلا میگم مثلا من تامین سرمایه 1000 میلیارد تومان سرمایه‌مه، ولی خب میام مثلا یه دفعه به اندازه 6000 میلیارد تومان تعهد برمی‌دارم. خب قطعاً همش رو که با سرمایه خودم نمیتونم بردارم. اینو میام یه بخشیشو مثلا میدم به صندوقام، یه بخشیشو میفروشم به مشتریای ترجیحی که بیرون دارم. نکته‌ای که هستش اینه وقتی شما چه به صندوق چه به مشتریای بیرون که میفروشین، وقتی نرخ سود اسمی اوراق 18 هستش، قطعاً مشتری که پول قابل ملاحظه‌ای رو میاره و این اوراق رو داره خریداری میکنه، اوراقی که شما متعهد پذیرش و بازارگردانش هستی، یه هزینه‌ای رو مطالبه میکنه دیگه. گفتم وقتی با ITM مثلا اقساط تو بازار 23 هستش،
همین الان هر مشتری که مثلا بیاد پول داشته باشه، بیاد تو مثلا پیش تامین سرمایه بخواد بگه که آقا مثلا من اوراق میخوام، شما اوراق داری یا حالا انتشار جدید داری، منم هستم میخوام شرکت بکنم، میگه خیلی خب نرخ اسمی اوراق 18 ولی شما باید یه کارمزد ترجیحی بذاری رو 18 به من بدی. این هزینه فروش اوراق تو بعضی از تامین سرمایه ها نگاه کنیم بالا هستش. یعنی مثلا تامین سرمایه اومده 3% کارمزد به صورت سالانه از مشتری که میخواسته تامین مالیش بکنه گرفته، بعد از اون طرف اومده مثلا نصف این 3% رو داده به اون مشتری که اومده این اوراق رو تو بازار خریده به صورت کارمزد ترجیحی. پس نهایتا یه اسپرد خالصی که این وسط واسه اون تامین سرمایه میمونه یه کارمزد 1.5% سالانه هستش. تو بعضی از تامین سرمایه ها این هزینه فروش رو میان به صورت یه سرفصل جداگانه شناسایی میکنن، شما میتونید ریسکاویاتون رو در بیارید. بعضی هم این کار رو نمیکنن، خالص درآمد رو میارن تو قسمت درآمدهاشون شناسایی میکنن. ولی این هزینه فروش رو حتما نگاه بکنید. تامین سرمایه هایی که صندوق پرحجمی ندارن معمولا وقتی که اوراق میخوان تو حجم بالا منتشر بکنن مجبورن که یه بخشی از این اوراق رو بیان به بازار بفروشن و از بابتش هزینه کنن و یه بخشی از کارمزدشون رو با بازار شیر بکنن. این یه نکته خب منفی هستش دیگه، ته سود خالص تامین سرمایه رو میندازه. مورد چهارم بحث توجه به سهام خریداری شده و نگهداری شده تو صورت‌های مالی تامین سرمایه است که تو زنجیره ارزش اونها نیست. یعنی چی؟ ببینید ما تامین سرمایه ها معمولا طوریه که فقط میتونیم سهام شرکت هایی رو داشته باشیم که در راستای زنجیره ارزشمون هستش. مثلا چی؟ ما میتونیم سهم کارگزاری داشته باشیم، سهم شرکت های OMS ها رو داشته باشیم، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردان ها، ولی مثلا به ما اجازه نمیدن سهم مثلا یه شرکت خودروسازی یا مثلا یه شرکت تولیدی این رو داشته باشیم. یه وقت شما میرین نگاه میکنیم میرین تو صورت مالی تامین سرمایه تو قسمت سرمایه گذاریاش مثلا سهام یه شرکتی که اصلا بی ربطه به فعالیت های تامین سرمایه است. اون سهمه به خاطر اینه که اون تامین سرمایه رفته تو تعهد پذیرنویسی اون سهمه مثلا شرکت کرده، مشارکت داشته و اون باقی مانده سهام رو از بازار خریده و خب وقتی که خریداری میشه میاد و توی سرفصل سرمایه گذاری های تامین سرمایه میشینه. خود این هم میتونه یک درآمد به اصطلاح پنهانی باشه که میتونه قابل شناسایی باشه. یعنی چی؟ ببینید توی تعهدات پذیرنویسی سهام تامین سرمایه ها معمولا وقتی قرارداد میبندن واسه یک دوره زمانی محدود میان با مشتری قرارداد میبندن. مثلا میگن هر چی سهم باقی بود من میخرم، 1 سال نگه میدارم، تو این 1 سال حالا اگه این سهم فروش رفت که رفت، نرفت من این سهم رو بعداً به هر قیمتی که دوست داشته باشم به هر کسی که بخوام توی بازار میفروشم. دیگه هم مثلا بعد از 1 سال خب اون طرف قرارداد به تامین سرمایه کارمزدی نمیده، تامین سرمایه هم میاد اینجوری توافق میکنه. حالا شما میبینید مثلا توی سرمایه گذاری های تامین سرمایه نگاه میکنید میبینید بهای تمام شده اون سهمه مثلا براش خیلی پایین بوده، مثلا بازار کشیده بالا، الان همون سهمی که توی ترازنامه‌اش هست رو میتونه با عدد بسیار قابل ملاحظه‌ای بیاد توی بازار بفروشه. پس این خودش هم یه نکته است. یعنی حتی اگه شما تو پیشبینی هاتون بحث فروش اون سهم رو نیارین، موقعی که دارین ارزشیابی نسبی انجام میدین، PBI تامین سرمایه رو میخواین تعیین کنین، اگر یک تامین سرمایه‌ای در ترازنامه‌اش سهم ارزشمندی داشته باشه که در راستای زنجیره ارزشش نباشه و در نهایتا تو آینده میخواد اونو بفروشه، شما باید تو تعدیلات PBI به این توجه کنید و اون رو لحاظش کنید. میریم روی مورد پنجم که بحث توجه به ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستش. این حالا کجا مهمه؟ ببینید توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه‌ها هر جا که سهام بیشتری داشته باشن
کارمزد مدیر صندوق بالاتر میره. در نتیجه وقتی شما اون ترکیب دارایی ها رو نگاه میکنید، باز هر تامین سرمایه‌ای که سهم بیشتری تو صندوق‌های با درآمد ثابتش داشته باشه یا صندوق‌های سهمیش مثلا پرحجم باشه، اون احتمالاً کارمزد مدیریت صندوقش بالاتره. پس این هم یک پتانسیل در واقع سودآوری هستش که برای تامین سرمایه میتونه وجود داشته باشه. بحث بعدی بحث توجه به تعداد صندوق‌های تحت مدیریت یا بهتر بگیم به حجم صندوق‌های تحت مدیریت. اینم خدمتتون گفتم هر چقدر من تامین سرمایه صندوق پرحجمی تحت مدیریت خودم داشته باشم، هم میتونم اوراق بیشتری رو بگیرم برای تعهد پذیرش و بازارگردانی، هم در دنیای رقابتی تامین سرمایه ها میتونم تو شرایطی که مثلا حالا اتفاق بیفته با وایتیم بهتری نسبت به تامین مالی اقدام بکنم. پس اینم خودش یک پتانسیله. یه نکته آخرم که حالا من آوردم بحث توجه به ترکیب سهامداری تامین سرمایه هاست. ببینید توی سالهای اخیر البته که بگم حالا این مثلا اینجور نیست که حالا اگه یه تامین سرمایه‌ای تو ترکیبش سهامداری نداشت که مثلا بشه حالا از توش کار استخراج کرد یا حالا ساپورتش بکنه یا یه جاهایی بالاخره یه بخشایی رو از خدمات رو عهده‌دار بشه، به این معنی نیست که حالا اگه یکی این سهامدار رو نداره پس تامین سرمایه بی خودی هستش. نه، اینطور نیست. اینو من به خاطر این آوردم که تامین سرمایه هایی که سهامدارهایی دارن که اون سهامدارا میتونن کارهای جدید واسهشون تعریف بکنن، معمولا خب کار بیشتری از توشون در میاد، چون الان خیلی دنیای تامین سرمایه ها به صورت رقابتی شده. مثلا فرض کنید اگه تامین سرمایه فردا بیاد سهامدارش کسایی باشن که پر مثلا پروژه های تامین مالی هستن و قطعا سهامدارا اول از همه به تامین سرمایه خودشون کار رو ارجاع میدن. یا مثلا شما نگاه میکنید میبینید یه تامین سرمایه یه بانک مثلا قوی یا قدرتمندی رو به عنوان سهامدار خودش داره، خب اون بانک میتونه تو خیلی جاها ضمانت اوراقی رو عهده‌دار شه که این متعهد پذیرنویس و بازارگردانی شه. همون باعث میشه که پکیج خدمات یه تامین سرمایه یه مثلا پکیج خیلی پرباری بشه و بتونه باز اون تامین سرمایه کار بیشتری رو بگیره. به خاطر همین باز موقعی که شما میخواین تامین سرمایه ها رو تحلیل کنین، ارزش گذاری کنین، حتما به ترکیب سهامداری تامین سرمایه ها هم دقت بکنین. اینم به نظر من خیلی آیتم مهمیه. ببینید من اینجا حالا اون محرک های اصلی یا حالا آیتم های اصلی که برای ارزش گذاری وجود داشت رو گفتم، ولی خب واقعیتش اینه که ارزش گذاری تامین سرمایه ها رو اگر قرار باشه به دیتیل ما بخوایم آموزش بدیم، مثلا شاید بخوام بگم حداقل 6 یا 7 ساعت زمان احتیاج داره که شما بتونید مثلا فایل اکسلی که برای این منظور استفاده میشه رو با جزئیات کامل آموزش ببینید. من تا اینجا کلیات عرایضم رو گفتم. من خواهشم اینه که سوالاتتون رو اینجا یادداشت بفرمایید که حالا بسته به سوالات شما من ادامه توضیحاتم رو بگم. خب من خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر رزاقی.